بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم و برنامه امروز رو خدمتتون ارائه میدم. برنامه روز شنبه 17 ماه می سال 2025 میلادی برابر با 27 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. عنوان برنامه همطور که ملاحظه می‌فرمایید هست آغاز بحران نان در سراسر ایران. این موضوع رو اجازه بدید که در بخش دوم با هم مورد بررسی قرار بدیم، برای اینکه داره ابعاد جدی به خودش میگیره و به نظر میرسه شاید حتی حادتر از مسئله قطع برق در ایران باشه، در ورای ضررزیانی که نانوایی ها دارن به خاطر قطع برق به اصطلاح پرداخت میکنن. اما در سطح بین المللی عزیزان، همطور که دیروز به طور مفصل در برنامه کاوه آهنگر با هم بررسی کردیم، به نظر میرسه شرایط به سمت اوضاع احوالی میره که یه بگیر نگیر حسابی بر سر اون حاکمه. یعنی یه تیغ دودمیه که میبایستی بشریت، مجموعه کشورها و انسانها در مورد اون تصمیم بگیرن که آیا به کدوم سمت میخوان حرکت بکنن. دو مسیر الان در جلوی تاریخ در واقع انسانها قرار گرفته. یه مسیر صلح و با هم کنار اومدن و با هم همکاری کردن و غیر و ذالک هست، و یه مسیر جنگ و تخریب و نابودی و اضمحلال بشریت در واقع. مسیر اول مسلماً از لحاظ عقلی و اخلاقی مطلوب تره، در این کمترین تردیدی نیست، ولی فراموش نکنیم که اکتورها یا بازیگرانی که در حال حاضر در صحنه جهانی تعیین کننده هستند همشون بازیگران عقلی اخلاقی نیستن، به عقلانیت کاری ندارن، به اخلاق کاری ندارن، صرفاً به منافع خودشون چسبیدن و به دنبال این هستن که ایده های عجق وجقی رو که دارن اجرا بکنن. بنابراین زیاد براشون اهمیت نداره که آینده بشریت به چه اضمحلالی، به چه تخریبی، نابودی، ویرانگری، از بین رفتنی کشیده بشه. شما به طور مثال پدیده‌ای مثل اسرائیل و دست راستی های اسرائیل رو در نظر میگیرید، میبینید که اینها ساخته و پرداخته شدن برای تخریب و نابودگری. یعنی موجودیت کشوری به اسم اسرائیل، موجودیت پدیده‌ای به اسم صهیونیسم، هیچ کارکردی قرار نیست داشته باشه جز جنگ و کشت و کشتار و تخریب و نابودسازی و از این داستان. و همین دلیل یه علامت سوال بزرگی بر سر شانس بشریت برای حرکت کردن به سمت مسیر اول هست. اینکه آیا با وجود پدیده‌ای به اسم صهیونیسم اسرائیل ممکنه بشریت شانس داشته باشه به سمت صلح و آبادانی بره؟ جواب من رو اگر میخواید پاسخ منفی است. شما نمیدونم چی فکر میکنید، ولی من در مجموعه‌ای که میاد آدم‌هایی رو تربیت میکنه بر اساس باورها، ایده ها و عقایدی مثل اینی که ملاحظه میکنید. ببینید اینا بخشی از یک کتاب یهودی به اسم تلموذ هست، کتاب معروفی که بر اساس اون یهودی‌های افراطی آموزش میبینن، و در جای اون داره میگه که تو یهودی اگر غیر یهودی رو کشتی ازشون به عنوان گویم نام میبره در متن زبان خودشون. گویم یعنی غیر یهودی. میگه اگر غیر یهودی رو کشتی، خب کشتی دیگه، حالا چیکار میخوای بکنی؟ مثلا عنوان میکنه، میگه all children of goyim are animals. هر بچه غیر یهودی حیوانه. نمیدونم اینها انسان نیستن. خیلی راحت داره عنوان میکنه اینها انسان نیستن، یعنی غیر یهودیان انسان نیستن، گوییم ها بیستن، حیوانن، وحشیان. همون چیزی که به عنوان
جانوران انسان نما مطرح کنید. ببینید پر از این داستان ها، بکشید، نابود کنید، حق دارید تجاوز بکنید، حق دارید از بین ببریدشون، تمام حقا رو خدای کثافت بیناموس آدمکش جنایتکار داده، بنابراین شما میتونید این کار رو انجام بدید. حالا شما به من بگید وقتی میلیون ها نفر در سراسر زمین با این اندیشه به دنیا میان، تربیت میشن، آموزش میبینن، بزرگ میشن، چقدر به نظرتون شانس وجود داره برای اینکه بعداً اینها آدمهایی بشن کسی که بهش یاد دادن تو از طرف خدا فقط تو انسانی، همه انسانهای دیگه که میبینی خر و گاو و حیوانن، میتونی بکشیدشون. چقدر شانس میبینید شما که اینها در یه جایی بگن آقا این خدا که بیناموسی مزخرف گفته، ما میبایستی با انسانها به صورت برابر برخورد کنیم، با احترام برخورد کنیم، جان و کرامت دیگران. نه هم چیزی نیست. بچه هاشون اینجوری بار میارن. ببینید این تصویر گویای تمام اون چیزیست که به اینها آموزش میدن. اینا بچه‌ن، نمیفهمن که. ولی شما وقتی از 3 ماهگی زیر گوشش خوندی که تو قوم برتری، تو برگزیده خدایی و تو میتونی بکشی بدون اینکه به کسی حساب پس بدی، رسید به 6 سالگی اینی که میبینید میشه. آماده است که بکشه، آماده است سر ببره، آماده است قتل عام بکنه. و این یه معنی داره هموطنان عزیز. معنیش اینه که رویا پردازی بشریت برای صلح و دوستی و آبادانی و نمیدونم از این چیزهایی که آقا ترامپ اخیراً خیلی صحبت میکنه، داره تبدیل به مادر ترزا میشه به سلام، همش میگه صلح دوست دارم، جنگ دوست ندارم. اینها با وجود یه چنین موجوداتی خیلی مسخره است که بخواید شما راجع به صلح و آبادانی و نمیدونم چیه بشر صحبت بکنیم. به همین دلیل الان که داریم با هم صحبت میکنیم در نوار غزه در حال انجام کارهایی مثل این نیست که میبینید. این نوزاد رو ببینید، تکه پارش کردن، دارن میکشنش. چرا؟ برای اینکه غیر یهودیه، برای اینکه حکم اومده از جانب خدا که میتونی بکشیش، برای اینکه کشتن او هیچ عیب و ایرادی نداره. یه جوان فلسطینیه امروز این ویدیو داره در فضای مجازی میچرخه. میدونید داره چی میگه؟ میگه من چند تا بچه داشتم همشون کشته شدن. میگه لااقل اجازه بدید من یه بچه داشته باشم، یه بچه اجازه بدید برای من بمونه. تمام بچه هاش زیر آوارن. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه افتاده گیر قومی که معتقده خدا به او اجازه داده که این کار رو بکنه، خدا به او اجازه داده که هر کسی رو که میخواد بکشه، نابود کنه، بچه، حیوان، انسان و غیره. اینا ببینید شما رو به این روز میندازه. یه کودک فلسطینیه، ببینید 2 تا دست و 2 تا پاش قطع شده. حالا شما به من بگید این چه آینده ای داره، این چه زندگی میخواد بکنه. به همین دلیل عزیزان از قول من این رو داشته باشید که تصور استقرار چیزی به اسم صلح و دوستی و آشتی در جهان از این پس، منو قبلا نمیدونم، موقعی که ما بچه بودیم میگفتیم خیلی صلح دوست دارم، همیشه برامون از صلح و آشتی و دوستی و اینها صحبت میکردن. الان 2025 ماه می سال 2025 اردیبهشت 1404 با وجود این هیولایی که داره میگه من بایستی همه رو بکشم، من به هیچ کس نباید رحم بکنم، من کسی رو زنده نخواهم گذاشت، شما بخواید تصور اینو داشته باشید که جهان داره به سمت صلح میره و قرار هست ما ایرانی ها هم یه سهم گنده‌ای به صورت تقریبا خرکی از این صلح داشته باشیم، یه تصور خام، کودکانه و بچگانه است. کسی نمیتونه مانع بشه ها، کسی نمیتونه به قول معروف شما رو از رویا بافی و خیال پردازی و فرار از واقعیت و هر چی که اسمشو بذاریم مانع بشه. ولی خودتون به عنوان یک موجود عقلانی بایستی تصمیم بگیرید که آیا واقعا چنین شانسی وجود داره یا نه. حالا میبینید در سایه حاکم شدن این تفکر، یعنی تفکر جنگ و خشونت و آدمکشی و قتل عام و غیر و ذالک و اینها، یه اتفاق دیگری هم داره میفته و اون این که زمانی که جنگ هایی شکل میگیرن
امکان این که به پایان برسن، به یه سرانجامی برسن، صلحی بشه، آتش بسی بشه و غیر و ذالک و اینها، یه تصور بسیار بسیار بچگانه است. باز هم یعنی شما به همین موقعیت جنگ اوکراین که نگاه میکنید متوجه میشید که کاری که الان داره انجام میشه تلاش جدی برخی از کشورها هست برای اینکه چنین چیزی صورت نپذیره. برای همینم از امروز ورود گسترده تجهیزات و تانک و توپ و سرباز و غیر و ذالک از جانب کشورهای اروپایی عضو ناتو به کشور استونی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و دارن میان برای به اصطلاح مستقر شدن در اونجا و برخی از شایعات هست که عنوان میکنه دارن نیروی کافی جمع میکنن تا بتونن برن به سراغ به اصطلاح شهر سن پترزبورگ روسیه. یعنی هدفشون تصرف سن پترزبورگه. نگاه بکنید این الان تصاویریه که از چند ساعت پیش پر شده در فضای مجازی. این پایتخت استونیا هستش، کشور هممرز با روسیه و اینها دارن میرن به اصطلاح نیروهای نظامی بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چند کشور دارن میرن مستقر بشن و آماده بشن برای یک جنگ احتمالی بزرگ علیه روسیه. البته روسیه به اونها یه قول خیلی کوچیک و ساده داده، گفته در صورتی که مورد حمله قرار بگیره پای تخت این کشورها که زحمت کشیدن تا اونجا رفتن، این هم میبینید برای توپ و تانکشون ریش گذاشتن و سیبیل گذاشتن و اینها، عنوان کرده پای تخت این کشورها رو با موشکی که ظاهراً قرار اتمی باشه مورد حمله قرار میده. بنابراین ساکنان محترم لندن و پاریس و بن آماده باشید عزیزان. مثلا اگر دیدید که این درازگوش ها رفتن به سمت تصرف اون منطقه‌ای که ما ایرانی ها میشناسیمش تحت عنوان سن پترزبورگ عزیزان، مثلا اگر دیدید اینا به سمت سن پترزبورگ حرکت کردن، بدونید چند فقره موشک از جانب روسیه مجهز به احتمال خیلی زیاد کلاهک‌های هسته‌ای به سمت پایتخت این کشورها روونه خواهد شد. اینم برای اینکه یه تصویری داشته باشید از بالا بودن درجه احتمالی استقرار صلح و صفا و بیا که نوروزه در جهان عزیزان. مثلا ملاحظه میکنید این تجهیزاتیه که دارن میرن برای لشکرکشی. و ببینید در زمانی که آقا ترامپ داره تلاش میکنه به قول خودش که گفته دوشنبه من تلفنی قراره با پوتین صحبت بکنم، بعدش هم میخوام یه صحبتی هم با زلنسکی بزنم ببینم میتونم بین اینا صلح برقرار ده. صحبت از صلح آتش بس هست، میبینید ماشین جنگی سرمایه‌داری به راه افتاده و داره میره برای تصرف سن پترزبورگ عزیزان. این واقعیت ها رو اگر در نظر بگیرید با مطرح کردن این نکته که هند دیشب تلاش کرده تا به طور فرضی احتمال انفجار موشک‌های اتمی بر سر اسلام آباد پاکستان رو امتحان بکنه، مثلا از طریق یه سری از منورها، موشک‌های منوری که اونجا شلیک کرده برای هدفگیری و قلقگیری و غیر و ذالک و اینها هستش. این هم آتش بسی که بین پاکستان و هند برقراره. اسرائیل تا 24 ساعت دیگه به احتمال خیلی زیاد یه چیز حدود 100,000 نیرو رو داره وارد نوار غزه میکنه تا بتونه از پس قتل عام 2 میلیون نفر 1,900,000 نفر، چون ترامپ در یه مسابقه‌ای که دیروز داشته رقمی رو عنوان کرده که الان معلوم میشه تعداد واقعی کشته شدگان نوار غزه نه 50-60 هزاری که اعلام میشه بلکه 300,000 نفره، برای اینکه اعلام کرده 1,900,000 نفر اونجا هستن. قبل از جنگ 2,200,000 نفر اونجا بودن، 300,000 نفر کشته شدن.
مونده 1,900,000 نفر به احتمال خیلی زیاد با این 100,000 سربازی که ارتش اسرائیل داره وارد اونجا میکنه بتونن کار رو تموم بکنن. میبینید چقدر این داستان که اما رفتم با 3 کشور عربی 2 تریلیون دلار قرارداد بستم. این اظهار خوشحالی بوده که ترامپ کرده، گفته نمیدونید من چقدر زرنگم. اینا گفتن آخه چه جوری زرنگی، چی شده یعنی اینو؟ گفته آره من رفتم کلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم بدم. گفتن آخه چقدر، چند برابر؟ گفته 12 برابر ما پول به دست آوردیم. ببینید اظهارات ترامپ در مورد درآمد حاصل از سفر به خاورمیانه. گفته 12 برابر این چیزی که ما برای اوکراین خرج کردیم من رفتم اینجا کاسبی کردم. ببینید شما وقتی تاریخ رو هم میبینید تمام فروپاشی بزرگ امپراتوری ها و اینا در زمان امپراتورهای مشنگ اتفاق افتاده عزیزان. یعنی کسانی که به معنی خاص کلمه توان مغزی، توان ذهنی، توان فکری درک واقعیت رو ندارن، بنابراین در عالم خودشونن و پیش خودشون تصور میکنن که دارن کارهای بزرگ میکنن. برید ببینید نقش نورون رو نگاه بکنید. نورون امپراتور آلمانی در امپراتور رومی در سقوط امپراتوری روم باستان آدم کش بود. همینجوری مثلا بدخواب شده بود، از خواب بیدار میشد عصبی، گفت برید مردم فلان منطقه رو قتل عام بکنید، میرفتن قتل عام میکرد و همینا زمین ساز فروپاشی امپراتوری روم شد. این هم تفلک ببینید الان توی همچین حال و هوای نورونی هستش. میگه فکرش رو بکنید در این سفر 12 برابر پولی که دربارش صحبت میکنیم به دست آوردم. این پول رو در چند روز کسب کردم، چند روز، 3 روز رفته اونجا. بعد برای اینکه بفهمید چقدر در رویاهاشه ببینید چی میگه. همیشه در مدیریت پول مهارت داشتم. ای بی‌ناموس، هر چی که تو پروندهش هست فقط اینجا بانکراپسی و ورشکستگی و یه دونه بیزنس سالم به جا نذاشته در تمام طول عمرش. یه دونه که بگی مثلا تو این کار موفق بوده. بعد میگه همیشه در مدیریت پول مهارت داشتم، پول در میارم. ببینید پول در میارم. در 4 روز 12 برابر مبلغی که برای اوکراین هزینه شد به دست آوردم. خب شما وقتی میبینید بر رأس قوی ترین و قدرتمندترین کشور جهان آقایونش برم یه همچین میرزا مشنگی که در اصطلاح زبان جوانان ایرانی ازش به عنوان اسکل نام میبرن سوار شده، شما متوجه میشید چه آینده ای در انتظار آی بشر دو پای بدبخت هست دیگه. سلام. ببینید یه بار یادتون باشه من در یکی از برنامه‌ها از یک استعاره یا تمثیل پزشکی استفاده کردم. گفتم شما نمیتونید در بدنی که یه غده سرطانی داره کار میکنه، داره تمام ارگان‌ها رو تیکه پاره میکنه و از بین میبره، بگید من بهش توجه نمیکنم. خب شما توجه نمیکنید، اون که شدید داره به شما توجه میکنه، به روده و معده و قلب و کلیه و کبد و ریه‌تون پدرتون در میاره راهی قبرستون میکنتون. این غده سرطانی الان عزیزان به عنوان سرمایه‌داری ابراهیمی، به عنوان سرمایه‌داری صهیونیستی در جهان داره عمل میکنه، در پیکر بشریت داره عمل میکنه و داره نابود میکنه بشریت رو. و بشریت هم مشغول خربزه و خورناسه و پرن و تریاک و حشیش و ماریجوانا و فوتبال و ورزش و سرگرمی و برو و بیا و بخور و بخواب و بدبختی و بیچارگی و ایناست. و بنابراین دارن آماده میشن برای اینکه کله بشریت رو ببرن عزیزان. چرا بایستی واقعیت ها رو به این زبان، به این شکل و تا این حد لخت و عریان در میون گذاشت؟ برای اینکه مغزها عزیزان، چه مغز توده ها چه مغز نخبگان، مغزها دیگه کار نمیکنه.
یعنی شما هر چقدر بخواید در زبان خیلی بچه مؤدب و عرض کنم کلاسیک و آکادمیک و از این حرفا مطلب ارائه بدید، چیزی که ما سالهای سال کردیم، کارمون این بود دیگه، مثلا کاری نداره که. ولی مغزی که نمیتونه دیگه پیام دریافت بکنه، چه فرقی داره که حالا شما با چه زبانی دارید؟ باید سعی بکنید قضیه رو بیارید در یه سطح بسیار 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 ابتدایی، یعنی زیر قد سطح مثلا تفلک مورچگان، تا شاید جرقه‌ای در برخی از اذهان بزنه که ای وای، مثل که وضع دنیا اوقدا هم که میگن جالب نیه، یعنی نیست. بنابراین هموطنان عزیز، در بخش دوم که میایم سراغ به اصطلاح سرزمین خودمون، این رو دقت داشته باشید که بستر جهانی و منطقه‌ای اینیه که داریم در موردش صحبت میکنیم. دیروز به طور مفصل من سعی کردم جا بندازم که این چاقوکشی و غمه‌کشی که در درون سرمایه‌داری ابراهیمی را افتاده بین جناح مالی و جناح صنعتی و اینا، این بدون خونریزی نمیتونه تموم بشه، بدون خونریزی نمیتونه تعیین تکلیف بشه. ما الان در دوره‌ای از تاریخ به سر میبریم که در مقوله‌ای به اسم فلسفه تاریخ ازش به عنوان پیچ تاریخی نام میبرن. دوره هایی که تاریخ میخواد پیچ بزنه بره به سمت دیگری. اگر نتونه این پیچ رو با موفقیت سر بکنه، مثل تمام این پیچ 120,000 نفری که در سال در ایران به خاطر تصادفات جان خودشون از دست میدن، مجروح و کشته و غیر و ذالک و اینها، معمولا از درون اون بالا سر پیچ میرن پایین. عزیزان، تاریخ هم همینه. نتونید فرمون خوب بگردونید، راننده خوب نداشته باشید، این کل اتوبوس بشریت رو میبره ته دره. و الان ما در به معنی واقعی کلمه در یک پیچ تاریخی هستیم. پیچ تاریخی که یادتون باشه رانندگان اون امثال ترامپ هستن که میگه آره یه روزه رفتم 12 برابر کار کردم. مثلا امثال نتانیاهو هستن که میگه کل بشریت رو هم اگر بکشیم باید بکشیم برای اینکه ما باید فقط برنده بشیم. اینا دارن اتوبوس بشریت رو رانندگی میکنن. بنابراین با شعار سلام ای دره میتونیم پذیرای واقعیتی که در مقابلمون هست باشه. اینو دارم میگم هموطنان عزیز به خاطر اینکه در برنامه‌های قبلم گفتم هیچ ایرادی نداره که من و شما قبول بکنیم که بریم سلاخی که سرمونو ببرن، ولی تمام تأکید من بر اینه که بدونیم که داریم میریم به سمت سلاخی. اینجوری نباشه که برامون این توهم به وجود آوردن که میخوایم ببریمتون در سبززار و مرغزار اونجا چرا بکنید و بعد یهو ببینیم بردن اون سلاخی دارن سرمون میبرن گوشتمونو ببرن بخورن مثلا. گوسفندوار کشته نشیم، گوسفندوار از بین نریم، آگاه باشیم نسبت به اینکه خیلی خوب در دنیا یه مقوله تخم حرومی به اسم صهیونیسم هست، یکی دیگه هم به اسم سرمایه‌داری ابراهیمی هست. اینا الان در بحران به سر میبرن و برای اینکه این بحران نابودشون نکنه جهان رو میخوان نابود بکنن. اگر پس نابود شدیم میدونیم چرا نابود شدیم، لااقل در جهل مطلق به قول معروف از دنیا نمیریم. حالا اینکه اهمیت داره یا نه رو نمیدونم، شما میدونید عزیزان، ولی گفتن این و به اطلاع رسوندن اون وظیفه هر کسیه که کار رسانه‌ای میکنه، کار روشنفکری میکنه، کار سیاسی میکنه، که توده ها رو، مردم رو، انسان ها رو از اون چیزی که قراره بر سرشون بیاد آگاه بکنه، مطلع بکنه، خبردار بکنه. این کاریست که ما داریم میکنیم هموطنان عزیز، داریم تلاش میکنیم. با ما باشید تا در بخش دوم بریم به سراغ اوضاع احوال درخشان خب هموطنان عزیز، خدمت شما گفته بودیم که مجموعه ای از بحران ها داره میاد برای کشور به عنوان یک واقعیت غیر قابل گریز.
و وقتی میگم غیر قابل گریز، ناگزیر، هم منظورم برای ملت ایرانه و هم برای رژیم جمهوری اسلامی، برای مجموعه‌ای به اسم ایران. این واقعیت‌های تلخ و سیاه و نگران کننده داره میاد و یادتون باشه 1404 از این ویژگی برخورداره که مجموعه‌ای از اینها داره میاد. دیگه اینجوری نیست که فقط یکی باشه بعد سال دیگه یکی دیگه بیاد و اینا، نه، الان رسیده به دلیل این خصلت انباشتی که پیدا کرده مجموعه‌ای از بحران‌ها آمادن تا تبر و عرض کنم پتک خودشون رو بر سر کشورمون فرود بیارن و همزمان اینها به واسطه با هم فرارسیدنشون همدیگر رو هم تشدید و تقویت میکنن. مثلا در نظر بگیرید یه دونه از این بحران‌های کوچولو که ما قراره در 1404 احتمالاً باهاش روبرو بشیم چیزیه به اسم احتمال آغاز جنگ نظامی یا حمله نظامی که ایران رو برمیگردونه به ماقبل تاریخ. ولی این باور بکنید یا نه خودش داره میره در کنار بحران‌های دیگه به یه بحران کوچیک تبدیل بشه. یعنی سفری که بلیط گرفتیم برای رفتن به عصر حجر ممکنه مثلا یکی از مصائبمون باشه، نه کل مصائبمون. بازم داریم. ببینید دونه به دونه بلاهایی که بر سر کشور اومده و داره میاد در حال انباشته شدنه، به نحوی که در یک جایی کشور توانایی پرداختن به اینها رو نداره و به همین دلیل خیلی ها از مقامات بالای دولتی شروع کردن و اظهار کردن این نکته که بابا جان کار تمومه و این چیزی که مثلا به اسم پول و بودجه و غیر و ذالک و اینها داریم این ره به جایی نمیبره. ببینید این آقا یکی از تازه مسلمانان رژیم به اسم موشه قالیباف مثلا میشناسیدش، ایشون رئیس مجلسه، بودجه کشور رو برده زورچپون به دستور عظما تصویب کردن در مجلس و بعد ببینید بعدش اومده در مورد این بودجه چی داره میگه. خوب گوش بدید. ولی میگم تخصیص هم داریم ولی به شما میگم ببخشید به خودم میگم و شما با این بودجه هیچ غلطی نمیتونید. پس ببینید داره عنوان میکنه که این بودجه رو ما تصویب کردیم، زورچپون کردیم، ولی یادتون باشه با این بودجه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. در واقع یادتون باشه عزیزان مملکت بودجه ای نداره، روی کاغذ یه سری حرفا و اینها نوشته شده ولی صندوق ها خالیه، دولت پولی نداره برای چیزی و این حرف رو به اصطلاح در اوایل اردیبهشت ماه داره میزنه، اول ماه دوم سال اومده داره میگه اینا هیچ به درد نمیخوره. چه راهکاری ارائه میده فکر میکنید؟ میگه باید بریم سراغ صندوق های پسنداز بانک ها. میدونید داره چی میگه؟ داره میگه باید بریم پولای مردم بدزدیم. دولت، نظام قدرقدرت جمهوری اسلامی، حافظ اسلام ناب محمدی، نماینده امام زمان، به قول معروف با داشتن نماینده‌ای در آسمان ها به اسم خدا داره فرو میپاشه به خاطر نداشتن. بعد ما اجازه بدیم مردم پول تو حسابشون داشته باشن. اینو دارم میگم برای اینکه بدونید اون قرون آخری هم که در بانک دارید اینها براتون سر به زنگاه که گیر بیفتن جارو میزنن. یعنی اگر دلتون رو خوش کردید که پولی گذاشتید تو بانک دارم ماهی چقدر میگیرم، دارم 18% سود میگیرم و غیر ذالک، این همون به قول معروف تومه‌ای بوده که براتون گذاشتن که پولاتون رو از چنگتون در بیارن. هم کاری که با دلار بارها و بارها کردن، هی بالا پایین میبرن که دلارها از چنگتون در بیارن دوباره به قیمت بیشتر بهتون بدن و این بار نقشه کشیدن برای پولای بانکتون، تمام سپردهاتون. ولی میگه این همه پول اونجا هستش، ما پول نداریم، اونا که دارن، اونا یعنی مردم، بریم پولاشونو بدزدیم. آماده باشید پولی اگر در بانک و غیر و ذالک دارید بدونید مال شما نیستا،
متعلق به نظام گلگلاب جمهوری اسلامیه. اما عزیزان اینها دیگه در مرحله‌ای نیستن که با کسی بتونن سر شوخی داشته باشن. و همین دلیله که الان روشی درست کردن. قبلا باید می اومدن مثلا کنتور شما رو از کار مینداختن، برقتون رو قطع میکردن و اینا. الان با این سیستم کنتورهای جدیدی که اومده یه سیستمی راه انداختن، از راه دور کنتورتون رو قطع میکنن. بفرمایید برق 1000 مشترک تهرانی از راه دور قطع شد، تموم شد. از این به بعد دیگه اصلا داستان این که برقی هست برقی میگه قطع کردیم، زیاد مصرف کردیم. خب من که زیاد مصرف، نه طبق استاندارد ما زیاد مصرف. کی برمیگرد؟ یه ماه دیگه برمیگرده، 2 ماه دیگه برمیگرده. مثلا یقه کیو میتونید بگیرید؟ یادتونه در مورد فروپاشی صحبت میکردیم، میگفتیم یکی بعد از دیگری تمام اون چیزی رو که هست و نیست ازتون میگیرن، هیچی بهتون به عنوان خدمات نمیتونن ارائه بدن، جلوی چشمتون داره اتفاق میفته. حالا هشداری که ما داده بودیم عزیزان در مورد تابستان 1404 کار حتی به تابستان نکشیده. در ماه دوم بهار امسال هستیم و اولین هشدارهای جدی در مورد افزایش غیر طبیعی گرما آغاز شده. این چند ساعت پیش منتشر شده هشدار به پایتخت نشینان، موج جدید گرما در راه تهران. حالا تصور بکنید تهرانی که با مسئله کمبود برق مواجهه داره میره برای پذیرا شدن یک موج جدید گرما که مصرف برق رو معمولاً 20 تا 40% افزایش میده. یعنی برق نداشته رو 20 تا 40% افزایش. شما تصور بکنید میزان قطعی ها، تعداد قطعی ها و طول زمان قطعی های برق چقدر خواهد شد. از اون طرف فقط گرما نیستش. دیروز در برنامه اشاره کردم، در برنامه کاوی آهنگر تصویری حتی دیدیم، طوفان شن داره میاد به تهران، داره هشدار میده. همین گزارش داره هشدار میده درباره وزش باد در سطح استان تهران شدید و در نیمه جنوبی و غربی با گرد و غبار. پس گرد و غبار، عرض کنم گرما، قطع برق، این ترکیبیه که برای تابستان 1404 برای بهار 1404 از الان باید خودتون آماده بکنید. ضمن اینکه به اصطلاح خبرهای رسیده در مورد اینکه یه سری از بیماری‌های واگیردار یا همون همه‌گیری دوباره در ایران شروع شده. از جمله در اصفهان دارن هشدار میدن پیرامون گسترش نوعی از کرونا که برخلاف کرونای قبلی که مشکلات تنفسی به وجود می آورد، ایست قلبی به وجود میاره. بنابراین معلومه که ویروس خودش رو متحول کرده و آماده است برای گرفتن به اصطلاح تلفات شدید. و اینو در نظر داشته باشید عزیزان. من بارها در برنامه ها گفتم تغییرات اقلیمی 1001 اثرات منفی و اینها داره. یکی از اونها به وجود آوردن فضا و شرایط مناسب برای بروز ویروس هایی که میتونن بیان و مثل به اصطلاح کرونا نقش اپیدمی رو بازی بکنن، نقش همه‌گیری رو بازی بکنن. الان این حتی در عربستان سعودی اتفاق افتاده. ببینید شیوع یک بیماری تنفسی خطرناک در عربستان در آستانه حج. و حالا شما تصور بکنید چند میلیون نفر بلند میشن میرن از کشورهای مختلف، از جمله معمولا 500,000 نفر 700,000 نفر از ایران میرن اونجا. این اتفاق زمان کرونا هم افتاد به اصطلاح. میرن اونجا این بیماری جدید خطرناک تنفسی رو که احتمالاً یکی از همین متغیرهای کرونا باشه برمیدارن با خودشون میارن تو ایران، از سراسر ایران میرن حج دیگه، پخش میکنن سراسر ایران. یعنی در گرمای کشنده توأم با گرد و خاکی که خودش غبارهای سمی داره، اینم میاد اضافه میشه.
برای چه ملتی؟ برای ملتی که هر روز مریضتر و ضعیفتر و گرسنه‌تر و بدبخت‌تر شده. یه آماری امروز منتشر شده، ملاحظه بکنید، مرکز آمار ایران داره میگه سرانه مصرف گوشت ایرانی ها در 6 سال 14 کیلوگرم کم شده. یعنی تصور بکنید که دیگه شانسی برای خوردن گوشت برای میلیون ها ایرانی وجود نداره، حتی در حد اقلی خودش. حالا این رو اگر میخواید بدونید که چه معنایی داره، معناش یه چیز ساده بیشتر نیست و اونی که آدم ها ضعیفتر، گرسنه‌تر، بدبختتر، نمیدونم و آسیب پذیرتر میشن. تمام سیستم های ایمنی بدن به خاطر کمبود اون چیزی که لازمه کارش به اینجا کشیده میشه که میبینیم. ببینید الان علائم اولیه‌ای از به اصطلاح استقرار گرسنگی و آغاز این چیزی که ما ازش به عنوان انقلاب اسیدهای معده، شورش‌های اسیدهای معده میگفتیم شروع شده. میخوام تصویر رو بهتون نشون بدم که ببینید گرسنگی وقتی بروز میکنه شما دست به هر کاری میزنید، از جمله این چیزی که در این تصویر میبینید. ملاحظه بفرمایید، تیترش هست ویدئویی از سرقت کله پاچه. خوب ببینید یه جوونی رو نشون میده میاد از این دیس بزرگ داغ کله پاچه‌ای یه دونه کله رو بر میداره فرار میکنه. ببینید اینجا از نزدیک میتونید ببینید. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه گرسنه است، برای اینکه هیچی نخورده، برای اینکه گوشت نخورده، برای اینکه اینا رو میبینه ولی پولشو نداره بخره. بنابراین به قیمت نمیدونم دستگیر شدن، درگیر شدن، هر چی که هست. و این شجاعتی که میبینید اینجا این داره از خودش به خرج میده، این شجاعت برخواسته از انقلاب ایدئولوژیک و عرض کنم دموکراسی و سکولاریسم و اینا نیستا. این برای آزادی و حقوق بشر اینا نیستا. این به خاطر اسیدهای معده است. اسید معده که فشار بیاره، شما اگر لازم باشه برای به دست آوردن کله پاچه ممکنه یه نفر رو کله پاچه بکنید مثلا. این ردخور نداره، در هیچ کجای عالم ردخور نداشته. گرسنه که بشن توده ها زنده زنده آدم ها رو میخورن، زنده زنده تمام این کسانی رو که توی قیطریه و کامرانیه و نمیدونم شهرک های آنچنانی با خونه های میلیاردی هستن میرن اونا رو میگیرن زنده زنده میخورنشون. شورشی ها، گرسنه ها در اشل چقدری؟ در اشل میلیونی، نه 1000 نفر 2000 نفر مثل جنبش مهسا که تیراندازی بکنن و چیکار بکنن و یه جوری قصر در برن. میلیونی میرن زنده زنده علی خامنه‌ای رو پیدا میکنن میجوانش. انقلاب اسیدهای معده یعنی این، هموطنان عزیز. حالا اینا ببینید نمونه هایی از این بحران هایی که داریم صحبت میکنیم یکی بعد از دیگری داره فرا میرسه. اما میام سراغ تیتر برنامه، بحران نان. طبق گزارش هایی که داره به دست ما میرسه و امروز چندین نمونه اون رو خدمتتون نشون میدم، به نظر میرسه نانوایی ها در سراسر کشور با مشکل جدی برق مواجه هستند به عنوان مشکل اول، به عنوان نخستین مشکل خودشون. و نکته غافلگیر کننده‌ای که براتون دارم در مورد نکته دومیه که در نانوایی ها داره اتفاق میفته. ولی اجازه بدید برای اینکه اول این نکته نخست رو در بیابیم به 2-3 تا نمونه نگاه بکنید، ببینید که در سراسر کشور چه خبره هموطنان عزیز. از جمعه نگفتم، امروز هم نگفتم، این داستان باشه از من دارو بری بزن. گفتگی کار کردم تو خونم اون کافی خواهم قدیمی ها میگن که هر کار کنم چه برده را دور.
بله، اینا که ملاحظه میکنید برادران و خواهران نانوا هستن عزیزان که دیگه جونشون به لب رسیده و در سراسر ایران آمدن به خیابان ها دارن اعتراض میکنن. یه نمونه دیگر رو ببینید هموطنان عزیز، دیگه کاسه صبرشون سرریز شده. بله، این نانینو بیناموس که دارن بر علیه شعار میدن سیستمیه که دولت درست کرده برای کنترل نانوایی ها و آردی که بهشون میدن و چقدر پخت میکنن و چند تا نون میدن و اینها. و الان میبینید که اینا اومدن و دارن بر علیه این سیستم بیناموس شعار میدن که مرگ بر نانینو، مثلا نانینو نمیخوایم. حالا اجازه بدید بریم سراغ نانوایان دلاور اصفهان و اعتراض اونها رو ببینیم. ببینید هموطنان عزیز، اگر میخواهید بدونید که آثار و عوارض قحطی چجوری بروز میکنه، همین چیزهایی که دارید میبینید رو به عنوان نشانه های اول آغاز موج قحطی نان در ایران تلقی بفرمایید. بسلام. یعنی تردید نداشته باشید که این داستان قحطی نان اینجوری آغاز میشه. نگاه کنید. مجلس چه فایده داره؟ این بیاد میگه من رفتم تو صحبت کردم، من کاری هستم برای انجام دادم. آقای معینی شما نماینده ما هستی، شما که میگی کاری هستی من برنامه نمیاد، بگید چی میخواد کاری انجام بده؟ میگید چشم ما گفتیم انجام بدن. چه انجام بدن؟ همه فردا هم زیر قبرستان فردا بررسی ما نه فردا ما خواهد فرمنه بله، ببینید کار به جایی رسیده که رادیو فردا این رو الان به یکی از تیترهای اصلی خودش تبدیل کرده. نانوایان در برخی شهرهای ایران همزمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. پس مشکل اصلی فعلا اینطور به نظر میرسید که برقه. ولی هموطنان عزیز، نکته دوم و هشدار جدی، نگرانی، اعلام خطر، مشکل آرد به وجود اومده. نانوایی ها آرد ندارن، یعنی دارن هموطنانمون از طرق مختلف به ما گزارش میدن در فلان منطقه در تهران، در یکی از مناطق خوب تهران حتی گزارش داشتیم که نانوایی آرد نداره، سهمیه آرد پرداخت نمیشه. و چرا فکر میکنید هموطنان عزیز؟ برای اینکه آرد ندارن. مثل داستان برق، طرف میره میگه مسئولان برق دیگه، میگه برق ندارم بدم، برق از کجا بیارم؟ این همین مسئله در مورد آرد، این همین مسئله در مورد آب. یعنی اگر تصور میکنید هموطنان عزیز به اندازه سر سوزنی قرار هست در این چیزی که دارید میبینید یه روز دیگه یا 10 روز دیگه بهبودی حاصل بشه، واقعا باید بگم خیلی ساده انگارانه دارید برخورد میکنید. چون همزمان همه دارن متوجه میشن که بساط و کسب و کار و غیر و ذالک داره میخوابه و داریم میریم برای تعطیل شدن کل کشور گل گلابمون. ملاحظه بکنید تعطیلی پروژه های ساختمانسازی به علت جیره‌بندی برق تمام خوابیده. کارگرها بیکار، شرکت های ساختمانی بیکار، طلبکارها، پیمانکارها، همه. برای چی؟ برای اینکه آخه کدوم مملکتیه در قرن 21 بخواد بدون برق زندگی بکنه؟ بفرمایید. اقتصاد ایران زیر فشار سنگین قطع برق. نامه تشکل‌های فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی به پزشکیان که آقا داره میخوابه همه چیز.
59 ساعت در هفته قطع برق دارن کارخونه ها. و چی میمونه دیگه؟ کی باید کار بکنن؟ اینو که تقریبا مرثیه هر روزه برنامه ما هستش عزیزان، اینو بذارید کنار هم و ببینید که یک، چجوری این بحران ها دارن میرسن یکی بعد از دیگری. یعنی تصور بکنید که الان دیگه قضیه قطع برق نانوایی ها یه قضیه فرعی میشه در کنار عدم دریافت سهمیه نان. همین نانینو که دارن شعار میدن بر علیهش، خاطر این داستان سهمی بندی، طرف چند بار سهمیه آرد خودش رو به خاطر قطع برق از دست میده، نمیتونه پخت بکنه و به جای اون نان آرد جایگزین بهش نمیدن که نان پخت بکنه. خب این درآمد از کجا بیاره؟ اجاره از کجا بده؟ خرجش رو از کجا در بیاره؟ دارن ورشکست میشن. و یادتون باشه تجربه کشورهایی و مناطق بحران زده، جنگ زده، مثل سودان، سومالی، مثل نوار غزه و غیره نشون میده از زمانی که این شاخصه، از زمانی که مراکز پخت نان شروع میکنن به خوابیدن، اون مناطق در واقع از دست رفته و قحطی زده حساب میشه. چون توده ها نون میخوان، توده ها با نون زنده هن. حالا تصور بکنید گله به گله همینطور میرید ببینید یه نونوایی برق نداره، یه نونوایی آرد نداره، یه نونوایی نتونسته پخت بکنه، یه نونوایی آرد خمیرش خراب شده، یه نونوایی آردش رو مجبوره بفروشه که بتونه پول اضافه به دست بیاره، نمیدونم خرج و هزینه شو بده. شما از کجا بخواید نون پیدا بکنید؟ اینا رو دارم میگم که برسم به این نتیجه‌گیری خیلی ساده و بدیهی عزیزان. درست به مثابه شرایط پادرهوای جهان و منطقه، شرایط ایران هم داره تبدیل به شرایط پادرهوا میشه و ثباتی نخواهد داشت، ثباتی آینده‌ای، آرامشی نخواهد داشت. و در اینجا توده ها، شما هموطنانی که دارید این برنامه رو میبینید، دو تا انتخاب بیشتر ندارید. به خود دو دست بریده ابوالفضل قسم سه انتخاب ندارید، دو تا بیشتر نیست. یا میبایستی بپذیرید در انفعال و انتظار تا گرسنگی و گرما و کووید و بینانی و بیابی و بیبرقی بیاد و حسابتون رو برسه، مثل 1917 تا 1919 در ایران که نیمی از جمعیت ایران تلف شد در ماجرای قحطی بزرگ. فقط نون بود مشکل اون موقع، هیچ مشکل دیگری نداشتن. کمبود آرد، کمبود نان. از هر دو ایرانی یه ایرانی جان خودش رو از دست داد. یا باید منتظر قحطی بزرگ به همراه بحران‌های دیگری باشید که آب و هوا و نفس و قطع برق و نمیدونم هیچی براتون نمیگذاره. یه انتخابه که من همیشه توصیه دوستانه داشتم برای کسانی که این انتخاب رو میکنن در مورد تدارک و تهیه کفن کربلا. و یه انتخاب دوم هم هست عزیزان، و اونی که بگید این زنده بودن ننگین دست و پا زدن این به درد نمیخوره، این شایسته نام انسان و ایرانی نیستش. بذار بریم یه کاری بکنیم، بذار بریم یه خطری بپذیریم. یادتون باشه هموطنان عزیز، سرجم تعداد کسانی که دارن در جاده ها کشته میشن و کسانی که از آلودگی هوا، خیلی دلایل دیگه هم هست، من فقط این دوتا رو میگیرم، اینو سرجم بزنید شما به 1/20 1/30 1/50 این احتیاج دارید تا بتونید بیت رهبری رو تصرف بکنید. تعداد تلفات همونقدر پایین خواهد بود که دارم خدمتتون میگم. این بی‌ناموسا مطمئن باشید در مقابل موج میلیونی شما سوراخ موش رو به قیمت‌های میلیاردی خریداری میکنن، در مقابل شما وای نمیستن. فقط یه روز، دو روز، سه روز باید همت بکنید، ترس رو بذارید کنار، تنبلی رو بذارید کنار، ماسمالی رو بذارید کنار، شجاعت پیشه بکنید، به خودتون یه نهیب از درونتون بزنید و اون انسان درون خودتون رو بیدار بکنید. غیرت که میگن یعنی همین جدیت انسان برای بقای خود، برای حفظ کرامت و زندگی خود. غیرت چیزی جز این نیست. غیرت به خرج بدید، زن و مرد برید توی خیابون بیت رهبری رو تصرف بکنید و کشورتون رو از دست این هیولاهای کثافت پس بگیرید. اگر اهلش هستید شدنیه،
امکان پذیره و آسون هم خواهد بود. گفتم انقدر تلفات پایین خواهد بود که قابل مقایسه با تلفات تصادفات و بیماری ها و تنگی نفس و چی و بکش و اینها نخواهد بود. هموطنان عزیز، به راحتی میتونید نظام کثافت ورشکسته مفلوک جمهوری اسلامی رو تصرف بکنید. تمام این لاشخورا که میبینید توی قصرها و کاخها و ویلاها و برجها و غیر و ذالک قایم شدن، موج میلیونی شما رو که ببینن فرار میکنن، غیبشون میزنه و شما میتونید به قول معروف کلیت اون چیزی رو که در اختیار طبقه دزد کثافت ضد ایرانی ضد بشری حاکم هست از آن خود بکنید. بچه‌های خوب، انسان‌های شریف بیان و اون مملکت رو اداره بکنن. تا دلتون هم بخواد هست، نگران اینکه کی قرار جایگزین اینها بشه نباشید. تا موقعی که شما در صحنه نباشید هیچ نیروی به درد بخوری خودش رو نشون نمیده. از زمانی که شما توده ها اومدید وسط خیابون، این کسانی که قادرن این کار رو انجام بدن خواهید دید که سرکلهشون پیدا میشه و میان و کمک میکنن به اینکه اون کشور از دست نره، بتونن کنترل کشور رو، مدیریت کشور رو به دست بگیرن، مانع از تجزیه ایران بشن، مانع از تکه پاره شدن ایران بشن، مانع از بین رفتن مجموعه به اسم ایران بشن و بریم به سمت تثبیت شرایط کشور و بعد بازسازی کشور. شدنی است هموطنان عزیز، فقط و فقط اگر بخواهید. ترس و تنبلی رو بذارید کنار، شجاعت و همت پیشه بکنید، بین خودتون مشورت بکنید، آماده بکنید، به خودتون به همدیگه روحیه بدید، با همدیگه آشتی بکنید، با همدیگه حرف بزنید، با همدیگه ارتباط برقرار بکنید و آماده باشید برای این حرکت که مطمئن باشید کار دشواری نخواهد بود، فقط به جمعیت کافی احتیاج داره. تو این فاصله هم برای خودتون جمع تشکیل بدید، مسلح بشید، مجهز بشید، رژیمی ها رو شناسایی بکنید، مراکز حکومتی رو شناسایی بکنید و زمانی که اسیدهای معده اوورد توی خیابون میلیون ها نفر رو همراه بشید و مطمئن باشید که کار این کثافت ها رو ظرف چند روز میشه خاتمه داد. تلویزیون دیدگاه و حزب ایران آباد به سهم خود برای پیش بردن چنین حرکتی به شرط اینکه توده ها بیان و همت بکنن و در اون نقش داشته باشن حضور خواهد داشت، همراهی خواهد کرد و دست در دست هم میریم و مملکت عزیزمون رو از دست هیولاهای دست نشانده دشمن نجات خواهیم داد. عزیزان، شدنی است اگر بخواهیم. تا برنامه روز دوشنبه به شما بدرود میگم.